اثر کبرا شاید از جالب ترین مطالبی باشه که توی مسیر موفقیت ما بتونیم یادش بگیریم، خصوصا ابتدای مسیر که خیلی میتونه به ما ضربه بزنه. حالا اثر کبرا دقیقاً از کجا شروع شده یه نامگذاری خیلی جالب داره. میریم یه تاریخچه رو با هم دیگه مرور کنیم، ببینیم از کجا اصلا این شکل گرفته، دلیل نامگذاریش چیه و بعد بریم اثراتش رو توی زندگیمون بررسی کنیم، ببینیم کجا واقعا این اتفاق میفته. اگر بتونیم یه دید خوبی نسبت به این اتفاق داشته باشیم، میتونیم توی چک لیستمون داشته باشیمش. هر کاری که خواستیم انجام بدیم یا تصمیمی که میگیریم یا هر وقت که به مشکل برمیخوریم، یه تیکه این اثر کبرا رو بزنیم که مطمئن باشیم دقیقاً در حال تکرار اینجور اشتباهی نیستیم. توی زمان استعمار بریتانیا داخل هند میبینن که داخل دهلی مار کبرا خیلی زیاد شده و داره مردم رو نیش میزنه و یه دردسرای خاص خودش رو داره. دولت میاد با یه نیت خوب یه کار خیلی جالبی انجام میده، به مردم میگه که هر کس یه مار کبرای کشته شده بیاره یه مبلغی ما بهش پاداش میدیم. خب مردم شروع میکنن به کشتن مارها رو تحویل میدن. تا یه مدتی هم خیلی خوب بوده، تعداد مارها روز به روز داشته کم میشده، تا اینکه یه جایی یه عده متوجه میشن که میتونن به جای این کار برن خودشون مار کبرا رو پرورش بدن و تحویلش بدن به دولت و درآمد خیلی خوبی هم کسب کنن. دقیقاً همین کار رو هم انجام میدن. بعد از یک مدت هم خب دولت متوجه میشه، میبینه اینقدر ماری که دارن تحویل میدن واقعا نباید توی طبیعت وجود داشته باشه. متوجه میشن، این برنامه رو قطع میکنن و تا اینجا اتفاقی که افتاده یه نیت خوب باعث یک اشتباه یا فاجعه شده و دقیقاً مشکل اینجاست که به همینجا هم ختم نمیشه. این افرادی که شروع کرده بودن به پرورش مار وقتی که میبینن دیگه براشون درآمدی نداره، شروع میکنن به رهاسازی مارها داخل طبیعت و اینجور میشه که تعداد مارهای توی طبیعت حتی از ابتدای شروع این طرح هم بیشتر میشه و دقیقاً یه فاجعه پیش میاد. توی زندگی خیلی از ما هم دقیقاً همین اتفاق میفته، به خاطر همین اسمش رو گذاشتن اثر کبرا. خیلی هم دقیقاً پرکاربرده. بریم یه بررسی بکنیم، یه سری مثال بزنیم، ببینیم داخل زندگیمون واقعا این اتفاق میفته یا نه. شما دوست عزیزم اگر واقعا مطالب کانال ما به دردت میخوره، لطف کن ما رو سابسکرایب کن و حتما کامنت برامون بذار که این ویدیو براتون مفید بوده یا خیر، تا ما هم بتونیم از شما یاد بگیریم. بریم سراغ مورد اول. مسئله اولی که میتونم براتون بزنم وسواس توی برنامه‌ریزیه. اثر کبرا چی بود؟ اثر کبرا این بود که ما یه نیت خیلی خوبی داریم ولی به نتیجه خیلی بدی منجر میشه. حالا اینجا هم ما یه نیت خیلی خوبی داریم، میخوایم برنامه‌ریزی کنیم برای کارامون، چرا به نتیجه بد منتهی میشه؟ درگیر وسواس توی برنامه‌ریزی میشیم. میریم شروع میکنیم به کتاب خریدن، دفتر خریدن، کتابای موفقیت در مورد برنامه‌ریزی رو مطالعه میکنیم، میایم داخل یوتیوب سرچ میکنیم که مغز ما چجوری میتونه برنامه‌ریزی ها رو انجام بده و کلا اینقدر درگیر این برنامه‌ریزی میشیم که عمل کردن رو به کل فراموش میکنیم. نه اینکه برنامه‌مون رو انجام نمیدیم، یه شکست احتمالاً به شکست‌های قبلیمون اضافه میکنیم و باعث میشه که یه قدم توی عزت نفسمون هم به عقب بریم. پس مواظب این اثر کبرا باشید. درمانش هم چیه؟ درمانش هم اینه که برنامه‌ریزی‌های کوچیک، قابل اجرا و پله پله رو ما انجام بدیم. خیلی میتونه به ما کمک کنه. وقتی که موفق میشیم هم اعتماد به نفس و عزت نفسمون میره بالا، هم خیالمون راحته که درگیر اثر کبرا نشدیم و واقعا یه کاری انجام دادیم. وای از دست این مورد دوم که خود منم خیلی ازش ضربه خوردم. مورد دوم اعتیاد به یادگیریه. اینجا هم دقیقاً ما میخوایم یاد بگیریم، یه نیت خیلی خوبی داریم ولی به یه فاجعه منجر میشه. اینم دقیقاً همون عدم عمله مثل مورد قبلی. میخوایم شروع کنیم یه برنامه رو یاد بگیریم، یه اپلیکیشنی رو یاد بگیریم، درس بخونیم یا هر کاری، شروع میکنیم به دیدن ویدیو، خریدن کتاباش، دیدن ویدیوهای انگیزشی یا هر چیزی که خودتون دقیقاً الان دارید در موردش یه مسائلی توی ذهنتون مرور میکنید. اعتیاد به یادگیری از مخربترین بلاییه که این اثر کبرا میتونه به سر ما بیاره و بهترین روش برای مقابله با اثر کبرا توی این مورد چیه؟ اینه که به خودمون قول بدیم هر یادگیری یک اقدام کوچیک حداقل در بر داشته باشه. این که ما معتاد به یادگیری بشیم، جدا از این که عمل نمی کنیم، واقعا مغزمون رو درگیر خودش میکنه و شدیداً سردرگم میشیم. هر باری که ما این کار رو انجام میدیم یک قدم از عمل کردن دور میشیم. مورد سوم خودکنترلی افراطیه.
وقتی اثر کبرا اینجا فعال میشه باعث میشه ما افراط خیلی زیادی داشته باشیم. هممون دوست داریم یه دیسیپلین خاصی داشته باشیم، صبح زود بیدار بشیم، ورزش کنیم، صبحونمون رو بخوریم، سر یه ساعت معینی درس بخونیم، ورزشمون رو مثلا سنگین انجام بدیم یا هر روتینی که هر کدوم از ما دنبالشیم و دقیقاً میریم سراغ عوامل حواس پرتی و شروع میکنیم خودمون رو کنترل کردن، دقیقاً سر 1 ساعت بیدار شدن، سر 1 ساعت خوابیدن و شدیداً به خودمون سخت میگیریم. اینجاست که نیت خوب ما که کنترل کردن خودمون و ساخت دیسیپلینه به یه فاجعه منجر میشه. فاجعه هم چیه؟ شکست های مداوم و خسته شدن از مسیر و کلاً بریدن از همه چیز. نباید شما به خودتون سخت بگیرید، دقیقاً اینه که قدم به قدم پیش برید و جالب اینه که این قدم به قدم پیش رفتن میتونه دوای خیلی خیلی از دردها باشه. یواش یواش و قدم قدم پیش بریم و مطمئن باشید در آینده همین قدم قدم رفتنم با قدم های خیلی بزرگ همراهه که میتونیم یه قدم خیلی بزرگی برداریم، ولی حتما باید توی ابتدای مسیر قدم های کوچیک برداریم تا درگیر این اثر کبرا توی خود کنترلی افراطی نشیم. راستی در مورد گزینه 3 که همون خود کنترلی افراطیه، واقعا بعضی اوقات به خودتون یه فرصت استراحتی بدید. این که ما مسیر پیشرفتمون رو میخوایم دنبال کنیم، باور کنید صعودی کامل و صاف نیست. یه خورده بالا پایین داره ولی جهت و برایندش باید کلا به سمت بالا باشه. اگر یه روزی ورزش نکردید، اگر یه روزی واقعا نتونستید درستون رو بخونید، اشکال نداره، شما از مسیر پیشرفت باز نموندید. اجازه ندید که این خود کنترلی افراطی و این اثر کبرا شما رو به زمین بزنه. خیلی مراقبش باشید. مورد 4 رو احتمالاً هممون انجام دادیم و یا دوست داریم انجامش بدیم. خیلی از وقتا هم به مشکل برمیخوریم و توی این موردی که میخوام بگم که حتما به مشکل برمیخوریم اینه که ما بخوایم حواس پرتی رو کلاً حذفش کنیم بدون توجه به عوامل بیرونی. مثل اینه که شما یهو تصمیم میگیرید دیسیپلینتون رو خیلی کنترل کنید، میبینید که گوشیتون خیلی باعث آزار و اذیت شماست. آدمی که روزی چند ساعت داخل اینترنت داشته میچرخیده و اعتیاد به اسکرول کردن ویدیوهای اینستاگرام داره، شروع میکنه یهو اینستا رو پاک کردن، یهو گوشی رو کنار گذاشتن و اینجور میخواد عوامل حواس پرتی رو کلا بذاره کنار. نتیجهش چیه؟ اصولا نتیجهش شکسته. چرا؟ چون یهو شما اون گوشی رو میذارید کنار، وقتی که شروع میکنید مثلا به درس خوندن اینقدر درگیر نبودن اون گوشی هستید که کلا حواس شما از بیخ و بن پرت میشه و شاید اگر این گوشی الان کنارتون بود، روی سایلنت بود، خیلی بهتر میتونستید حواستون رو جمع کنید. و اینه که علتهای درونی رو اگر ما پیدا کنیم خیلی خیلی میتونه بهمون کمک کنه. اگر شما اینقدر حواس پرتی، شاید اضطراب خیلی بالایی داری، شاید یه مشکلی داخل خودت داری که واقعا نمیتونی تمرکز خوبی انجام بدی. این رو دقت کن که کنار گذاشتن گوشی به شدت میتونه برات مفید باشه، ولی اگر عوامل درونیش رو بتونی پیدا کنی هیچ وقت قرار نیست شکست بخوری. بچه‌ها در نهایت بهتون بگم که اثر کبرا واقعا یه داستان درباره مارها نیست، درباره اینه که ما واقعا گاهی اوقات با نیات خوبی کارایی رو انجام میدیم که واقعا نتیجه عکس میده و از یا حداقل اینه که به نتیجه ما قرار نیست برسیم. این اثر کبرا رو توی ذهنتون داشته باشید، سعی کنید همیشه به یادش باشید. یه ویدیو هم حتما سعی میکنم بسازم در مورد چک لیست. اگر اینو داخل چک لیستتون بذارید، یه مدت یه بار بهش نگاه کنید و دقیقاً مطمئن بشید که درگیر این اثر کبرا نیستید، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. خب این سری ویدیوهای ما هم بیشتر در مورد اینه که توی ابتدای مسیر چه کارهایی رو انجام بدیم، چیکار کنیم که حرف بقیه رومون اثر نذاره، با دست خالی میخوایم شروع کنیم چیکار کنیم، این اثر کبرا یا اتفاقات دیگه. سعی کنید اگر در ابتدای مسیر هستید از ویدیوهای ما استفاده کنید. یه خواهش دیگه هم که همیشه ازتون داشتم اینه که ما واقعا ازتون یاد میگیریم. سعی کنید داخل کامنت ها تجربیات خودتون رو بنویسید. بدون اینکه شما تولید محتوایی کرده باشید میتونید علمتون رو گسترش بدید و افراد زیادی بیان از این کامنت شما واقعا یه چیزی یاد بگیرن و استفاده کنن. سعی کنید ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.